یه نوازنده حرفه‌ای نمیشی اگه تئوری موسیقی بلد نباشی. متاسفانه توی اکثر کلاس‌های موسیقی تئوری موسیقی جدی گرفته نمیشه، ولی من اینجا هستم که تئوری موسیقی رو طوری بهت آموزش بدم که نه تنها خستت نکنه بلکه باعث کلی پیشرفت توی نوازندگیت بشه. پس این پست رو لایک کن و بفرست برای هنرجوهای موسیقی تا بریم برای ادامه آموزش. موسیقی هنر بیان احساسات انسانی توسط صداهاست. یعنی شما توسط سازی که توی دستتون دارین یا اگه هنرجوی آواز هستین توسط آوازتون احساساتتون رو بیان میکنین. مهمترین عوامل تشکیل دهنده موسیقی صدا و ریتم هستش که توی ادامه آموزش ها هر دو مورد رو با هم یاد میگیریم. صدا نتیجه حرکت ارتعاشی هستش که توسط گوش حس میشه و چند تا ویژگی مهم داره. ویژگی اول زیرایی یا پیچ هستش. یعنی صدایی که نازکه رو میگیم صدای زیر و صدایی که کلفت هست رو میگیم صدای بم. ویژگی دوم شدت یا اینتنسیتی هستش. یعنی تفاوت دو تا صدا از نظر قوت و ضعفشون. ویژگی سوم دیرند یا هم دیوریشن هستش. یعنی تفاوت دو تا صدا از نظر زمان. یک صدای ممکنه طولانی باشه، یک صدای ممکنه کوتاه باشه. ویژگی چهارم رنگ صوتی یا تون کالر، کیفیتی که دو تا صدای یکسان از دو تا ساز غیر مشابه رو متفاوت نشون میده. یعنی من یک نوتی مثلا نوت دو رو با ویولون میزنم و همون نوت دو با همون فرکانس رو با پیانو میزنم. این رنگ صوتی هستش که بر ما مشخص میکنه که این صدایی که شنیدم مربوط به ساز ویولونه، مربوط به ساز پیانو یا هر ساز دیگه ای هستش.